به همین اساس وقتی که ما صحبت از برق میکنیم، ما زیاد به انجینرهای زیاد ضرورت داریم. ما باید لاین خود ما جور کنیم، پایه را خود ما جور کنیم، میتر را خود ما جور کنیم، ترانسفرمر را خود ما جور کنیم، سیستم های ریلی را خود ما جور کنیم، سیستم های اسکادا را خود ما جور کنیم. تولید برق، انتقال برق، توزیع برق به وسایل ضرورت داره، خود ما باید جور کنیم تا بتوانیم که در این بخش وابسته به دیگران نباشیم و خود کفا شویم. الحمدلله شرکت برشنای افغانستان کوشش میکند که به مردم خود برق را به شکل درست و منظم برساند تا همه ادارات تعلیمی، صحی، اجتماعی، اقتصادی و امثالهم برپا ایستاد شود. ببینین که این پیشرفت ها را که ما امروز میبینیم بدون کمک جهانی ها هست. نه همراه ما کسی کمک کرده، نه بری ما پول داده و نه ما را حمایت کرده. فقط منابع داخلی نظام است که ما این پیشرفت های چشمگیری را مشاهده میکنیم. در 5 ماه 6 ماه اخیر بیشتر از 570 میلیون افغانی صرف در اصلاح شبکه در سرتاسر افغانستان ما استفاده کرده. بیشتر از 30 میلیارد افغانی در پروژه های انکشافی، بیشتر از 4 میلیارد افغانی در پروژه های انکشافی مصرف شده. این پول نه از بانک جهانی آمده، نه اتحادیه اروپا داده، نه امریکا داده و نه دیگران.